امروز قراره با یکی از شگفت‌انگیزترین گوشی‌های جهان روبرو بشیم. سری گلکسی اس اولترا از سامسونگ که هر سال با قدرت بیشتر و قابلیت‌های تازه‌تر همه رو غافلگیر می‌کنه. این بار سامسونگ با معرفی گلکسی S25 اولترا میگه انقلابی به پا کرده. سخت افزار فوق‌العاده قوی، نمایشگر بی‌نظیر، دوربین‌های پیشرفته‌تر از همیشه که قراره همه رقبا رو از میدون به در کنه. بعد از سلطنت بیچون و چرای S24 اولترا، حالا زمانشه ببینیم S25 اولترا چجوری میخواد تاج پرچم‌دار رو تو سال جدید حفظ کنه. پس آماده باشید تا این گوشی رو با هم آنباکس کنیم و از نزدیک امکاناتش رو ببینیم. تو برنامه‌های بعدی هم قرار اون رو با بقیه پرچم‌دارای بازار مقایسه کنیم. تو ادامه با من همراه باشید. سلام دوستان، من آرش هستم. به کانال آیارتک خوش اومدید. لطفا اگه تا الان کانال سابسکرایب نکردین کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید که ویدیوهای آینده این کانال رو از دست ندید و به محض انتشار برنامه جدید نوتیفیکیشنش براتون بیاد. و در ضمن لطفا این ویدیو رو هم لایک کنید و یه کامنت هم بذارید که یوتیوب به فارسی زبانای بیشتری این برنامه رو پیشنهاد بده. و لطفا پیج منم تو اینستاگرام فالو کنید که قدرتمون بیشتر بشه. و اگه سوالی از من دارید میتونید تو کامنت ها بپرسید و اگرم میخواید با من در رابطه باشید یا اگر میخواید برنامه خاصی براتون بسازم یا سوال خاصی دارید تو دایرکت اینستاگرام منتظر شما عزیزان هستم. به ادامه ویدیو توجه کنید.